السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه موسی علیه السلام معجزه ها را به فرعون نشان داد، فرعون غضبناک شد، از جایش خیست و گفت: ای مردم مصر، من از آن روزی میترسم که موسی با این سحرهایی که به ما نشان داد شما را از مصر بیرون کند. و به وزیرش هامان امر کرد که برایش یک ساختمانی بلند و بزرگ بنا کند. هامان یک ساختمانی بسیار بلند برای فرعون بنا کرد. فرعون به بالای ساختمان برآمد و از آنجا با تیر زد. وقتی تیر برگشت پر از خون بود. فرعون گفت: خدای موسی را کشتم، اکنون موسی را میکشم. به جبرائیل علیه السلام امر شد که آن ساختمان را ناپدید کند، یعنی از بین برد. جبرائیل علیه السلام با پرش زد و آن ساختمانی بلند از بین رفت. همچنان الله متعال قارون را در قرآن ذکر کرده است. یعنی در یک آیت هم فرعون و هم هامان و هم قارون. قارون را علما میگویند از خویشاوندان موسی بود. یک قسم علما میگویند قارون پسر عمک موسی بود. قارون پسر یسحر، پسر قاهیس، پسر لاوی، پسر یعقوب علیه السلام. قارون از شروعات مردی پرهیزگار بود، تا حدی که از مردم دور شده بود و در کوه زندگی میکرد. شب و روز در عبادت مشغول بود. 40 سال در عبادت بود. ابلیس به هر نوع وسوسه او را از راه نتوانست که دور کند، یعنی از راه دین، از راه عبادت نتوانست که دور کند. پس خود را به شکل انسان کرد و به نزد قارون آمد و گفت: به من اجازت میدی که با تو در این کوه یک جا عبادت کنم؟ قارون برایش اجازت داد و هر دو در کوه عبادت میکردند. بنی اسرائیل قارون را احترام میکردند و برایش خوراک می آوردند. روز ابلیس به قارون گفت: ای قارون، تا کدام روز ما از بنی اسرائیل خوراک میخوریم؟ یعنی ما باید خودمان کار کنیم. بیا 6 روز را عبادت میکنیم و 1 روز را کار میکنیم. قارون راضی شد. چند مدت هر دو 6 روز عبادت میکردن و 1 روز کار میکردن. بعد از زمان ابلیس به قارون گفت: ای قارون، ما با این طریقی که 1 روز کار میکنیم به هیچ کسی یاری کردن نمیتوانیم، هیچ کسی را صدقه دادن نمیتوانیم. بیا 1 روز کار میکنیم و 1 روز را در عبادت میمانیم. قارون راضی شد و مدت، یعنی 1 روز کار میکرد و 1 روز عبادت میکرد، تا درجه‌ای که به کار دنیا مشغول شد، به کار دنیا گرفتار شد و ابلیس از نزدش رفت. قارون روز تا روز مال دنیا را جمع میکرد و از عبادت دور میشد. دیگر پرهیزگار نبود، دیگر یک شخص عادی بود، تا وقتی که دیگر عبادت را فراموش کرد و شروع به مال دنیا شد. الله متعال برایش مال زیادی داد، یعنی در فتنه بزرگ گرفتار شد. دیگر فراموش کرد عبادت را، تا درجه‌ای که کلیدهای خزینه قارون را
بر شترها بار میکردند. بعضی مفسرین میگویند 70 تا شتر کلیدهای قارون را میبرداشتند. یعنی کلیدهای خزینه قارون را یک مرد برداشتن نمیتوانست. چند مردی با قوت کلیدهای خزینه های قارون را میبرداشتند. الله متعال به او مال دنیا را عطا کرده بود و قارون کبر و غرور میکرد. وقتی به نزد قومش میبرآمد با لشکرش و با غلامهایش و با اون طلا و با اون چیزهای قیمت بهایش غرور میکرد و خود را با اهل مصر و با فرعون یک جا کرده بود. دیگر با خود را بنی اسرائیلی حساب نمی کرد. یعنی مال دنیا او را فراموش ساخت. الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. براستی ما موسی را با آن معجزه های خود به نزد فرعون و هامان و قارون فرستادیم. پس آنها گفتند موسی جادوگر و دروغگوست. یعنی موسی علیه السلام قارون را بسیار نصیحت میکرد که ای قارون فراموش نکن، تو روزی از روزها شخص پرهیزگار بودی، شخصی بودی که هر روز عبادت میکردی، تو را چی شد؟ قارون گوش نمیکرد. میگفت همه این مال دنیا را خودم محنت کردم، اینها از جانب الله برایم نیامده است. خودم با علمی که داشتم خودم کوشش کردم و خودم این مال را پیدا کردم و به هیچ کسی یاری نمیکرد. الله متعال برای بنی اسرائیل زکات را فرض کرد. موسی علیه السلام نزد قارون آمد و گفت الله متعال زکات را فرض کرده است. از هر 1000 دینار 1 دینار و از هر 1000 درهم 1 درهم و از هر 1000 گاو 1 گاو و از هر 1000 گوسفند 1 گوسفند این زکات است. قارون راضی شد. وقتی به خانه‌اش برگشت حساب کرد، با خود گفت مال من بسیار است، اگر از هر 1000 1 تا بدهم خیلی زیاد زکات بدهم و حیله را به کار درآورد. نزد ثروتمندان رفت، نزد رفیقانش که گناهگار بودند، ثروتمند بودند، نزد آنها رفت و گفت موسی میخواهد مال و ثروت ما و شما را بگیرد، شما چی میگویید؟ آنها گفتند تو بزرگ ما هستی، تو چیزی را که بگویی همون میشود. قارون گفت زن زناکاری را پیدا میکنیم و با او مالی میدهیم تا که موسی را تهمت کند. پس همه راضی شدند و زن زناکاری را پیدا کردند و با او مال دادند. در بعضی روایات میگویند که 1000 درهم دادند تا که به موسی تهمت کند. پس قارون به نزد موسی رفت و گفت مردم تو را در بیرون از شهر منتظرند. موسی علیه السلام نزد آنها رفت و با آنها وعظ کرد و در آن مدتی که وعظ میکرد در مورد زنا صحبت کرد و فرمود اگر کسی از شما زنا کند و همسر نداشته باشد پس او را 100 تا دره میزنم و اگر کسی که همسر داشته باشد باز زنا کند حکمش سنگسار است. قارون گفت اگر آن شخص گناهگار تو هم باشی بر سر تو همین حکم می شود؟ موسی علیه السلام گفت اگر من باشم
حکم بر من می شود. پس قارون گفت زن را بیاورید. یک زنی است که دعوا میکند که تو با او یک جا بوده ای. موسی گفت کجاست زن؟ زن را آوردند. موسی علیه السلام زن را قسم یاد کرد، یعنی قسم داد. زن تهمتی که بر سر موسی باید میکرد آن را نگفت، بلکه توبه کرد و موسی را پاک خواند. پس موسی علیه السلام سجده کرد و گریه کرد و الله را شکر کرد. یعنی یک امتحانی بزرگی بود بر موسی علیه السلام. موسی علیه السلام غضبناک شد و به نزد قومش رفت و گفت چطوری که الله متعال من را به سوی فرعون فرستاده است، همین طور الله متعال من را به سوی شما، به سوی قارون فرستاده است. پس کسی از شما با قارون است به نزد او برود و کسی با من است همین جا بماند. پس یک عده مردم، یک قسم مردم به نزد قارون رفتند، برای که مال داشت، برای که شخصی مالدار بود، ثروتمند بود. موسی علیه السلام دعا کرد، زمین لرزید و همه آنهایی که با قارون بودند آنها را زمین فرو برد. همه آنها در عذاب الهی گرفتار شدند. فخسفنا به و بداره الارض. پس کسانی که آرزو میکردند، کسانی که از بنی اسرائیل بودند، مسلمان بودند، ولی آرزوی مال قارون را میکردند، وقتی دیدند که با قارون و با رفیقانش این عذاب الهی نازل شد، خدا را شکر کردند و گفتند الله را شکر که ما در این فتنه گرفتار نشدیم، در فتنه مال و ثروت گرفتار نشدیم و از عذاب الهی نجات یافتیم. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعد یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام